قوم یاجوج و ماجوج از اسرارآمیزترین و ترسناکترین اقوامی هستند که تاریخ و متون دینی از آنها یاد کردند. آنها در قرآن، کتاب‌های تاریخی و منابع کهن جهان به عنوان موجوداتی وحشی و خطرناک توصیف شدند که روزی از سد الهی عبور کرده و زمین را پر از هرج و مرج خواهند کرد. داستان‌های مربوط به آنها نه تنها عبرتی برای بشر بوده، بلکه هزاران سال کنجکاوی انسان‌ها را برانگیخته. آیا یاجوج و ماجوج صرفاً یک افسانه هستند یا موجوداتی واقعی که روزی باز خواهند گشت؟ اسرار و نشانه‌های مربوط به آنها در قرآن، احادیث و تاریخ تجربه‌های عجیبی از قدرت، هوش و تهدیدشان را روایت می‌کنند. قوم یاجوج و ماجوج نه تنها در قرآن بلکه در بسیاری از منابع تاریخی و دینی جهان مورد اشاره قرار گرفتند. در قرآن کریم، سوره کهف و سوره انبیا به طور مستقیم به آنها اشاره دارند و داستان ذوالقرنین یکی از مهمترین روایت هاست. ذوالقرنین شخصیتی حکیم و قدرتمند به کمک قدرت الهی سد عظیمی ساخت تا مانع آزاد شدن این قوم شود. این سد نه تنها مانع عبور آنها شد، بلکه نشان دهنده نگرانی بشر از قدرت بیرحمانه این قوم بود. در احادیث و تفسیرها یاجوج و ماجوج موجوداتی بیرحم و وحشی توصیف شدند که جمعیت بسیار زیادی دارند و توانایی‌های فیزیکی و قدرت تخریب آنها فوق‌العاده است. برخی منابع تاریخی نشان می‌دهند که یاجوج و ماجوج شباهت‌هایی با اقوام مهاجم و بیرحم در تاریخ باستان دارند. مثلا در کتاب‌های یونان باستان و چین باستان از اقوامی با رفتارهای وحشی و جمعیت عظیم یاد شده که می‌توان آنها را معادل یاجوج و ماجوج دانست. جالب است بدانیم که در طول تاریخ مردم از شنیدن نام یاجوج و ماجوج وحشت داشتند و تلاش کردند با حکمت و تدبیر راه مقابله با آنها را بیابند. این داستان‌ها نشان می‌دهد که انسان از گذشته‌های دور نسبت به تهدیدات عظیم و غیر قابل کنترل آگاه بوده و تلاش برای پیشگیری و محافظت بخشی از زندگی بشر بوده. همچنین در برخی تفاسیر آمده که یاجوج و ماجوج تنها موجودات فیزیکی نیستند، بلکه نمادی از فساد، خشونت و هرج و مرج مطلق در جهان هستند. در این نگاه داستان آنها علاوه بر یک روایت تاریخی، یک هشدار اخلاقی و اجتماعی است. بدون کنترل و مدیریت، قدرت می‌تواند جهان را تهدید کند. یکی از جذابترین بخش‌های داستان یاجوج و ماجوج ویژگی‌ها و رفتارهای منحصر به فرد آنهاست. در قرآن و منابع تاریخی آنها موجوداتی با جمعیت عظیم، قدرت فیزیکی فوق‌العاده و وحشیگری مطلق توصیف شدند. تصور کنید جمعیتی بی حد و مرز که نه محدودیت اخلاقی دارد و نه قوانین انسانی آنها را کنترل می‌کند. این تصور به خودی خود ترسناک و هیجان انگیز است. روایت‌ها حاکی از آن است که یاجوج و ماجوج قادرند محیط‌های وسیع را با سرعت پر کنند و نظم جوامع انسانی را به هم بریزند. آنها می‌توانند دشت‌ها، کوه‌ها و شهرها را به سرعت تحت سلطه خود درآورند و هر گونه مقاومت انسانی را نابود کنند. اما رفتار آنها تنها فیزیکی نیست. برخی منابع تاریخی و دینی از حیله‌گری و برنامه‌ریزی محدود اما مؤثر آنها سخن گفتند. اگرچه یاجوج و ماجوج به صورت جمعی عمل می‌کنند و خرد فردی کمی دارند، اما اتحاد و همکاری آنها باعث می‌شود قدرت تخریبشان چند برابر شود. این ویژگی‌ها هم برای باورمندان دینی و هم برای پژوهشگران تاریخی جذاب و ترسناک است. تصور یک تهدید غیر قابل توقف باعث شده که سد ذوالقرنین و تدابیر مقابله با آنها اهمیت ویژه‌ای پیدا کند. همچنین داستان یاجوج و ماجوج علاوه بر هشدار درباره قدرت و خشونت،
پیامی عمیق درباره هشدار، آماده باش و هوشیاری انسانها دارد. این پیام نشان می‌دهد که تهدیدهای عظیم چه واقعی و چه نمادین نیازمند تدبیر، اتحاد و مدیریت است. یکی از اسرارآمیزترین و بحث برانگیزترین بخش‌های داستان یاجوج و ماجوج سد ذوالقرنین است. ذوالقرنین شخصیتی حکیم و قدرتمند که در قرآن از او یاد شده، با کمک قدرت الهی سدی عظیم ساخت تا مانع عبور این قوم وحشی و بیرحم شود. این سد نه تنها یک مانع فیزیکی بود، بلکه نمادی از قدرت تدبیر، حکمت و تلاش انسان برای مقابله با خطرهای عظیم و غیر قابل کنترل محسوب می شود. مکان دقیق این سد هنوز برای پژوهشگران و مفسران مشخص نیست، اما برخی معتقدند که بین دو کوه در آسیای مرکزی یا در منطقه قفقاز قرار داشته. تصور اینکه موجوداتی با قدرت فوق‌العاده و جمعیتی بی‌نهایت هزاران سال پشت این سد محبوس شدند، حس رمزآلود بودن، وحشت و حیرت را به انسانها منتقل می‌کند. سد ذوالقرنین نه تنها محدودیت فیزیکی ایجاد می‌کرد، بلکه به نوعی کنترل نظم جهان و حفظ صلح انسانی را نمایان می‌ساخت. داستان این سد نشان می‌دهد که حتی موجودات بسیار قدرتمند بدون محدودیت می‌توانند تهدیدی برای بشریت باشند و نیاز به حکمت و تدبیر همیشگی وجود دارد. علاوه بر این، برخی منابع تاریخی اشاره می‌کنند که تلاش ذوالقرنین برای ساخت سد بازتاب تلاش بشر برای ایجاد تعادل بین قدرت و اخلاق بوده. او نه تنها قدرت داشت، بلکه از خرد و تدبیر خود برای محافظت از انسانها و جلوگیری از هرج و مرج استفاده کرد. همین نکته داستان سد را نه فقط یک روایت تاریخی، بلکه یک درس جاودانه برای بشر می کند. بر اساس متون دینی، روزی سد ذوالقرنین شکسته خواهد شد و یاجوج و ماجوج آزاد می شوند. تصور کنید موجوداتی با جمعیتی بی‌نهایت، نیروی تخریبی فوق‌العاده و بیرحمی کامل در جهان آزاد می شوند. حتی فکر کردن به این صحنه اضطراب و ترس را در دل انسانها زنده می کند و حس کوچک بودن و آسیب پذیری بشر را در برابر تهدیدات عظیم نمایان می سازد. نشانه های ظهور دوباره آنها در متون دینی با حوادث طبیعی و اجتماعی همراه است. جنگ های بیوقفه، خشکسالی های شدید، نابودی محیط زیست، آشوب ها و هرج و مرج گسترده. این نشانه ها هشداری برای بشر هستند که همیشه باید آماده مقابله با بحران ها و تهدیدهای عظیم باشد. اما داستان یاجوج و ماجوج صرفاً ترسناک نیست. آنها حامل پیام‌های عمیق فلسفی و اخلاقی نیز هستند. این قوم نمادی از فساد، خشونت و بی‌عدالتی است. پیام آنها به انسانها این است که هر جامعه‌ای که اجازه دهد قدرت بدون کنترل و عدالت گسترش یابد، دیر یا زود به هرج و مرج و نابودی می‌رسد. از نظر احساسی، تصور جهانی که در آن نظم و صلح برهم خورده و بشریت با موجوداتی بیرحم روبرو شده، حس ترس و دلهره را تقویت می کند. این بخش نشان می دهد که ایمان، خرد، تدبیر و اخلاق تنها راه مقابله با تهدیدهای عظیم هستند. در کنار ترس، داستان یاجوج و ماجوج به انسان یادآوری می کند که تهدیدها ممکن است واقعی یا نمادین باشند، اما پیام و درسی برای ما دارند. آنها یادآوری می کنند که هوشیاری و آماده باش کلید بقا و محافظت از ارزش‌های انسانی است. داستان یاجوج و ماجوج بیش از یک روایت ترسناک است. این داستان حامل پیام‌های عمیق تاریخی، دینی و انسانی است که هزاران سال بشر را به فکر و عبرت واداشته است. این قوم نمادی از قدرت بی‌حد، خشونت و بیرحمی مطلق است و نشان می‌دهد که هر قدرت عظیم اگر کنترل و محدودیت اخلاقی نداشته باشد، می‌تواند نظم، صلح و امنیت جهان را تهدید کند.
اولین درس این است که قدرت بدون محدودیت خطرناک است. یاجوج و ماجوج به ما یادآوری می کنند که موجودات یا نیروهای قدرتمند اگر رها شوند می توانند هر گونه تعادل و آرامش را در جهان به هم بزنند. این پیام امروز نیز برای جوامع انسانی اهمیت دارد، زیرا هرگاه قدرت‌های عظیم بدون اخلاق و عدالت عمل کنند، پیامدهای جبران ناپذیری رخ خواهد داد. درس دوم، اهمیت هوشیاری، تدبیر و برنامه‌ریزی است. سد ذوالقرنین نمادی از تلاش انسان برای مقابله با تهدیدهای عظیم است. این نشان می‌دهد که برای رویارویی با بحران‌ها تنها قدرت فیزیکی کافی نیست، بلکه خرد، تدبیر، اتحاد و راهکارهای منطقی ضروری است. پیشگیری همواره بهتر از مقابله در لحظه بحران است و این درس هزاران ساله هنوز برای بشریت کاربردی است. درس سوم، اهمیت ایمان و اخلاق است. یاجوج و ماجوج نمایانگر فساد، خشونت و هرج و مرج مطلقند. بنابراین انسان‌ها باید همواره مراقب باشند که ارزش‌های اخلاقی و انسانی خود را حفظ کنند. ایمان و اخلاق سپری است که می‌تواند بشر را در برابر تهدیدهای عظیم محافظت کند و مسیر زندگی را به سمت عدالت و صلح هدایت کند. همچنین داستان آنها یادآور می‌شود که تهدیدها همیشه واقعی یا نمادین هستند، اما پیام دارند. حتی اگر یاجوج و ماجوج موجوداتی افسانه‌ای باشند، درس‌ها و پیام‌هایشان برای انسان‌ها کاملاً واقعی و کاربردی است. هشدار می‌دهند که هرج و مرج، خشونت و فساد حتی اگر از راه‌های غیرمنتظره وارد شود، می‌تواند جهان را به خطر بیندازد. بنابراین آماده باش و هوشیاری کلید بقا و حفاظت از ارزش هاست. این داستان ما را تشویق می کند تا در مواجهه با تهدیدها با هم متحد باشیم، خرد و دانش را به کار بگیریم و هرگز ارزش‌های انسانی و اخلاقی را فدای ترس و قدرت نکنیم. درس‌های یاجوج و ماجوج هم هشدارند و هم چراغ راهی برای زندگی انسان‌ها در جهانی پر از خطر و چالش‌های عظیم.